سلام، شما صدای باریش سسی رو میشنوید؟ بیایید برگردیم به گذشته. خیلی قبلتر از اینکه تبریز، این شهر پرآوازه، به یک پایتخت قدرتمند تبدیل بشه و حتی قبل از اینکه پرچم معروفشون، پرچم گوسفند سیاه توی باد به اهتزاز در بیاد، یه قبیله‌ای در حال شکل گرفتن بود. قبیله‌ای که قرار بود سرنوشت تاریخ رو برای همیشه عوض کنه. خب این داستان ما ماجرای ریشه های یک دولت بزرگه. داستانی از دورانی که هنوز اون پرچم سیاه برافراشته نشده بود. ببینید، ما قرقویونلوها رو به عنوان یک کنفدراسیون قدرتمند میشناسیم که بر یک منطقه خیلی وسیع حکومت میکردن. اما سوال اصلی اینه، ریشه های واقعی اینها از کجا میاد؟ اونها واقعا کی بودن؟ جواب این سوال توی ریشه های قبیله اوغوزها پنهان شده. پس بیایید با هم هویت بنیادین قرقویونلوها رو کشف کنیم. اول از همه قبایل اوغوز چی بودن؟ خب اونها یک اتحادیه خیلی بزرگ از مردمان ترک در آسیای میانه بودن. در واقع سنگ بنای خیلی از دولت‌های آینده، از جمله دولتی که امروز داریم در موردش صحبت می‌کنیم، همین اوغوزها بودن. معتبرترین کسی که تو این زمینه تحقیق کرده، مورخ برجسته پروفسور فاروق سومر هست. حرف ایشون خیلی واضحه و جای بحثی باقی نمیذاره. میگه قبیله اصلی قاراقیونلوها از طایفه بهارلو بودن که این طایفه هم خودش شاخه‌ای از قبیله یوا بود. یوا یکی از همون 24 قبیله اصلی اوغوز هاست. سومر میگه که هسته اصلی این اتحادیه قدرتمند رو 4 طایفه اصلی تشکیل میدادن: بهارلو، سعدلو، دخارلو و جاغرلو. اینها در واقع پایه‌های دولتی بودن که بعدها به وجود اومد. اما جالبه بدونی که این فقط نظر یک مورخ نیست. در واقع یه جورایی یک اجماع علمی گسترده در این مورد وجود داره که ارتباط قرقویونلوها با قبیله ییا رو تایید میکنه. این تایید رو توی یه منبع خیلی معتبر غربی هم میتونیم ببینیم. جلد 6 تاریخ ایران کمبریج خیلی واضح میگه که قرقیونلوها کنفدراسیونی از قبایل ترکمان بودن که عمدتاً از شاخه ییوا ریشه میگرفتن. از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، ولادیمیر مینورسکی که یک شرقشناس برجسته روس بود، نظر مشابهی داره. اون تو سال 1948 نوشته که قرقویونلوها اتحادیه‌ای از قبایل یایی و اوغوز بودن و به طور خاص طایفه بهارلو. و حالا این دایره تایید با یک منبع ایرانی کامل میشه. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی هم همینو میگه. قرقویونلو از شاخه ییوا و طایفه بهارلو از ترکمانان اوغوز بودند که در سده 8 هجری در موصل و دیاربکر ساکن شدند. پس همونطور که میبینید یه جورایی شگفت‌انگیزه. تمام این منابع معتبر از مکاتب آکادمیک مختلف، از ترکیه و بریتانیا گرفته تا روسیه و ایران، همه به یک حقیقت واحد اشاره میکنن. ریشه قاراقویونلوها قبیله ییوا بود. و خب این ریشه ها یک میراث قدرتمند از خودشون به جا گذاشتن. میراث قبیله ییوا در واقع یک سفر حماسی از استپ‌های وسیع آسیای میانه تا رسیدن به یک پایتخت امپراتوری بود. این یک سفر طولانی به سمت قدرت بود. ببینید، در دوران باستان قبیله ییوا فقط بخشی از کنفدراسیون بزرگ اوغوز در استپ‌ها بود. بعد در قرن 13 و 14 به سمت آناتولی، موصل و دیاربکر کوچ میکنن و اونجا ساکن میشن. حدود سال 1375 میلادی قارا محمد دولت قراقویونلو رو تأسیس میکنه و نهایتاً در حدود سال 1408 تبریز به عنوان پایتخت قدرت این امپراتوری رو تثبیت میکنه. شاید بشه اینطور گفت: او از خاک برخاست، اما ریشه‌هایش عمیقاً در تاریخ ترکمان بود. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال می‌شویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیست.